سلام عزیز دلم، شب و روزت بخیر. امیدوارم هر کجا که هستی کنار بچت تن و بدنت سالم باشه. امروز الوعده وفا قول داده بودم بهتون که راجع به محصولات آرایشی بهداشتی راجع به محصولات بهداشتی و راجع به محصولاتی که مفیده کاربردیه تو طول روز برای بچه هامون، تو طول روز، تو طول هفته، تو طول ماه و یک روتین بهداشتی قراره داشته باشن بچه ها که میتونه براشون خوشایند باشه و هر این شارژ نداره هر سرپرست خانه، هر سرپرست گربه، حالا توی زمینه سگ فعلا الان اطلاعاتی اونقدر من ندارم ولی سعی میکنم خودم آپدیت کنم و حتما راجع بهش صحبت کنم. نیاز هست که اون سرپرست داشته باشه تو خونهش و جزء روتین بهداشتی بچهش باشه صحبت کنیم که امروز این اتفاق همراه میشه با آنباکس کردن 2 تا محصول بامزه که برای بچه‌ها گرفته بودم که مشابهش همیشه تو خونه داریم، اما یه کوچولو عددفرش بیشتره و بامزه تره. گفتم بذار برای بچه‌ها بگیرم، بذار بیارمش. بیا فیروزه میخوام همه اینا رو فیروزه رو تو امتحان کنم. اولش ناخنگیره که ما این ناخنگیر رو داشتیم، این یه مدل ناخنگیره. خب یه مدل ناخنگیر دیگه هست که مثل این وسطش فنر نداره، بر نمیگرده، این اینجاش قفلم داره، میتونی قفل بکنی تو این مدلی بمونه. این معمولا هست و این خیلی خیلی کاربردی تره برای کسی که تو خونه است، چون این که بس باز و بسته میشه سریع انجام میده کارتو، باز میشه بسته میشه، اون فنره به باز و بسته شدنش کمک میکنه. اما این نه، این باید خودت باز و بسته کنی و این یکم روند پروسه اون گرفتن ناخونه بچه تو کند میکنه، دقیقاً چیزی که ما توی ناخون گرفتن نمیخوایم. این چرا پرید بیرون؟ تو خیلی مهمه که توی ناخون گرفتن خیلی سریع باشی. این اصلا چجوریه من نمیدونم. خیلی مهمه که تو ناخون گرفتن خیلی سریع باشی، عکس العمل بالایی داشته باشی و اصلا نذاری که حیوانت حس کنه. Wait a minute. Who are you? اگه من بخوام الان اینو روی یکی از بچه‌ها تست کنم خودش اومد. مثلا این تو خیلی مهمه که توی ناخون گرفتن خیلی سریع باشی. اینجا افتاده تو، نذاری که حیوانت حس کنه که ناخونش گرفته شده. چرا؟ چون به خودش بیاد. در هر صورت پروسه ناخون گرفتن یه پروسه ناخوشاینده برای حیوان دیگه. به خودش میاد میبینه که داره ناخونش گرفته میشه، سریع شروع میکنه به مقاومت کردن. ناخون گرفتن ما تمام بچه هامونو پروسه ناخون گرفتنش رو توی اینستاگرام برای شما با حوصله استوری گذاشتیم. هایلایت ناخون گرفتن هم داریم که فکر کنم اسم هایلایت ناخون گیریه یا همچین حالتی. این چرا باز نمیشه؟ و عرضم به حضورت که فکر کنم اصلا نیازی به باز شدنش نیست. و عرضم به حضورت که اونجا کامل توضیح دادیم که هر کدوم از بچه‌هامون با چه خلق و خوهایی چجوری باید ناخونشون رو بگیریم. یه سریا رو تو خواب میگیریم، یه سریا اصلا پروسه ناخون گرفتنشون یه سری از بچه‌ها اصلا پروسه ناخون گرفتنشون روزها طول میکشه. چرا؟ چون خیلی مقاومت نشون میدن از خودشون و اینا چراغ داره، مقاومت نشون میدن از خودشون. بعدشون میاد خیلی پروسه ترسناکی گرفتن اون ناخون و ما هی به تعویق میندازیم که براش ناخوشایند نشه، برای اون بچه ناخوشایند نشه. مثلا لوسی رو من یه دونه ناخونشو خیلی خوبه، یه دونه ناخونشو میگیرم میپیچم میرم واسه خودم، میذارم که 2 ساعت بگذره، از سرش که پرید اصلا یادش رفت که من ناخون قبلیشو گرفته بودم، دوباره میام ناخون دومو میگیرم. اما میگیرم، این پروسه یه هفته هم طول بکشه میگیرم. ولی دودی و تو خواب میتونم همه رو با هم اگه سری باشم بگیرم. مثلا گردو رو تو حالت بیداری وقتی بغلش کنم میتونم بگیرم. گرفتن ناخون بچه تو خونه خیلی پروسه وابسته به شخصیت اون بچه است و شناختی که تو از اون شخصیتش داری. پس حتما باید در نظر گرفته باشی این قضیه رو که هیچ وقت به زور واصل نباید بشی برای گرفتن ناخون گربه. چرا که
یکی دو بار این کارو بکنی. این پروسه بغل کردن که تو اپیزودهای قبلی راجع بهش صحبت کردیم و این پروسه آزاردهنده باشه براش، دفعه سوم مثلا دیگه وقتی خواب تو بری سمتش فرار میکنه و این عدم اعتماد بین تو و بچت شکل میگیره. نذار این اتفاق بیفته. آقا این ناخنگیر ادایی رو ما یه تست بزنیم، قیمتش رو یادم نیست و اما حتما زیر تو کپشن این ویدیو مینویسم. اینجا قفل داره، ببینم اینا همه میفته. اینجا این قفل داره، این قفل خیلی مهمه. این همین قفلیه که توی اینم هست. خب یعنی اینطوری قفل میشه. این مهمه چون خطرناکه دیگه، نباید دست حیوان بره اون تو. این قفل داره، نور داره که ببینی داری چی جوری مثلا این ناخونو میگیری، کجا رو داری میگیری. محفظه داره، محفظه داره برای اینکه ناخونو گرفتی ناخون بیفته اون تو. معمولا هم همیشه پخش میشه میفته این برابر، هم نمیتونی بگیریش دیگه. و دیگه چه آپشن دیگه ای داره؟ سوهان داره، اینجاش سوهان داره، سوهان ناخون داره برای بچت. اگه بچت خیلی با حوصله است میتونی ناخونشو سوهان بکشی، با این میتونی سوهان بکشی که من همه ناخونم نیاز به سوهان داره. اینطوری یه دست کنی ناخونتو. خلاصه اینش خیلی بامزه است و چراغ قوه خیلی بامزه است. اگه من بخوام الان اینو روی یکی از بچه ها تست کنم، خودش اومد. بیا اینجا بابا، یه لحظه این ناخون رو ما تست کنم ببینم مثلا چه داغی. مثلا این دیدی اینجا افتاده تو، دیدی اینه. یه دونه دیگه بیا بده بابا ببینه چه پسر گلی داریم ما. مدل فیلم برداری همونی، دیدی رفت این تو. حال کردی؟ خیلی خوبه اینش. این محفظه‌ش من حال میکنم که حالا این محفظه هم چرخشی باز میشه. بیا بقیه این نورش، ولی چرا نورش هم میچرخه حتی. ببخشید من بگیرم. خیلی خوبه، خیلی هم تیزه. تا اینم از این. محصول بعدی که گرفتیم، چراغش هم خاموش کنیم. محصول بعدی که گرفتیم مخصوص خانم لوسوه، خانومی که ویدئوی گاز گرفتن ما خیلی چیز شد، ما رو گاز گرفت، خیلی وایرال شد و خیلی هرس همتون مثل این که خالی شد. نمیدونم چرا رو ما، نمیدونم چرا. من چیکار کردم؟ این محصولو خوراک خانم لوسوه، موزن پای بچه هاست و همچنین فکر کنم باهاش بشه موی خود بچه ها رو هم زد. درسته؟ این روغنشه، این نیفتی، این تمیز کنندشه، شارژرشه، این یه سریه، نریزم همه رو حالا. خوب این یه سریشه فکر کنم، این زیرش چیزی نیست. چرا دفترش هم داره. یه سریشه که روی این سری کوچیکه رو روی این میشه گذاشت. خب این که اولیش، این واسه خود بدن گربه است. خیلی چیزه بکاریه. من وای زدم رفت. چیز بکاریه، خیلی هم تیزه. بعد این شونه های خودشه که خودت میتونی بهش نمره بدی. بعد سریعشون رو تو گم نشه. خودشم
اینطوری در میاد، روغنش هم اینطور بخوره، موتورش هم اینه. ببین خیلی آرمیچر پیچیده ای نیست، موتور پیچیده ای نیست، موتور موزن دماغ آقایونه، موتور خیلی ضعیفیه، اونقدر روش حساب با نکن که بخوای یه تنه بری باش موی کل بدن حیوانتو بزنی. بعید میدونم جوابمونو بده. این برای گرفتن موی پا، حتی برای گرفتن موی پا هم شونه گذاشته برامون. خیلی شونه گوگلی هم هست. آره درست جا دادم؟ نه، شونه داره برای گرفتن موی پا. بذار یه من روی توغل که خوابه امتحان کنم. حوصله میخواد دیگه، این حوصله میخواد الان جاش نیست. این چیز قوی نیست اونقدر که بشه روش حساب کرد، ولی ببخشید. اینجا شو مثلا اینو که انگوشتش با مزه است. ببخشید کلفت نمیکنم. اینم از موزنه، با مزه است، چیز باحالیه خب، ولی اونقدر میگم قوی نیست. خوشم نیومد اونقدر از زور موتورش. همه اینا هم شیائومیه، یعنی حتی ناخنگیره و این پت کیت هم شیائومیه. آره دیگه زده نگاه، ماشین اصلاح موی حیوانات خانگی شیائومی، داگ شیور زده، اما موی گربه با اون ظرافتش یه کوچولو این سخت میتونه جمع جورش کنه. سگو نمیدونم، کیف نداره. کاش که کیف داشت، دوست داشتم که کیف داشته باشه ولی کیف نداره. میذارم توی خودش. قیمتش رو میگم دقیق یادم نیست چون چند تا محصول با هم گرفتن. اینا هم قیمت چیز، یعنی با روی همش حساب شد. برای همین کاربردی هست ولی قوی تر از این، یعنی یه اصلاح ماشین اصلاح قوی تر از اینو من پیشنهاد میدم. اما خوبه که یه همچین چیزی رو تو خونت داشته باشی، مخصوصا وقتی گربه نژاددار داری. من براش کیف جدا دارم، یعنی یه سری کیف‌ها داشتم آوردم که استفاده کنم برای این خیلی بزرگه. اینو میذارم برای پت کیت، برای ماشین اصلاح. اگه توش جاشه که جا نشد، تو این چی؟ اینا همه رو گرفته بودم برای روز مبادا. اینا بزرگه برای اون، برای اینا خیلی بزرگه. این چی؟ این خوبه. این میتونه برای پت کیتمون باشه و ناخونگیرهامون. ماشین اصلاح و ناخونگیر ادا اطواری و ناخونگیر ساده و اینا میره اون تو، میبندیم. کیف هم داریم براش. حتی شونه ها هم میتونه بره این تو ها، ولی حالا دوست دارم که شونه ها رو بذارم این تو. خب این از ماشین اصلاح و ناخونگیر. مدل های شونه، اول ماساژور هم بهت بگم، بذار اول وسایل الکترونیکی رو بگم بهت. ببین این ماساژوره که یکی از سریاشم اینجا افتاد، من الان فکر کنم دارم که بندازم سری جاش. ماساژور رو تستش رو روی بچه ها گرفتیم، ویدیوهاشو من توی
توی اینستا برات گذاشتم. بازم حالا سعی کنم اینجا یه ویدیوی کاملتر هم ازش درست میکنم. خب اگه حیوانت خیلی یکم ریسکیه، من تو بچه هامون مثلا نینی دوست داره، طغرل دوست داره، دیگه کی دودی بعضی موقع دوست داره، گردو فرار میکنه، شاید مثلا از 10 تا بچه ما 3 تا یا 2 تاشون دوست داشته باشن این رو. و محصول ریسکیه، قیمتش الان فکر کنم بین 1,200 تا 1,500، حالا برندهای مختلف، اما بسیار چیز کاربردی اگه بچت نترسه. 2 تا حالت داره، تند و آهسته، و میگم اگه بچت نترسه خیلی چیز آرامش بخشیه باهاش و وسیله ارتباط برقرار کردن خوبیه با حیوانت. چرا؟ چون اون آرامش خاصی که میخواد به سرش رو بهش میده. حتی من برای طغرل زیر دو پاش دوتایی میزنم و عشق میکنه، حال میکنه. این میتونه جزء، بعد چون سریاش سیلیکونیه، خودش یه سری موهای عمیق و موهای عمقی بچه ها تو که در حال ریزش هستن و میتونه توی ریزش روزانهشون باشه کمک کننده باشه که این ریزش روزانه رو با همین جمع کنی. مثل بقیه محصولات سیلیکونی. محصولات سیلیکونی وقتی یه کوچولو تر میشن، اینو بذار من آبشو بریزم. آب داره، ببخشید این شارژ نداره، این مهپاش داره. بذار من تا داریم صحبت میکنیم بذارمش آخر یه کوچولو شارژ بتونم بهت نشون بدم. این مهپاش داره و این جنسش سیلیکونیه. وقتی یه کوچولو نمدار باشه اون سیلیکونه راحت‌تر موهای عمیق بچه‌تو جمع میکنه. مثل این یکی سیلیکون، این سیلیکون زبرتره. چیزای سیلیکونی، شونه های سیلیکونی برای بچه های با موهای کوتاه خوبه، اینو حتما در نظر بگیر. شونه های فلزی برای بچه هایی که موهای بلند با گره های عمیق دارن خوبه. تو گره رو از ریشه میگیری، یعنی خود مو رو که اونجایی که گره خورده رو از ریشه میگیری، روی گره رو با شونه‌ای که چیز بیشتری داره فلزیه میکشی روی گره حیوانت که اون گره رو وا کنی، اینجا رو هم ریشه میگیری که پوست بچت کشیده نشه. این خیلی مهمه. من اگه بتونم یه آرایشگر حیوانات حتما دعوت میکنم که راجع به این موضوع بیشتر باهاتون صحبت کنه. پس چی شد؟ گره، اونجایی که گره خورده از ریشه میگیری، گره رو میکشی. بذار مثلا بیارم طغرل رو یا الن رو. مثلا میگه ببین این طغرل خب موهاش بلنده، اینجا الان مثلا یه کوچولو گره های سطحی داره، یا مثلا اینجا رو گره داره. خب این میتونه گره رو وا کنه یا گره رو بکنه بدون که حیوانت اونقدر دردی بکشه یا اذیت بشه از این موضوع. پشت گوشه معمولا گره داریم تو بچهای موی بلند، زیر دهان معمولا گره داریم. چرا؟ چون آب میخورن. هی این زیر آروم. ببین آقا الان اینجا گره است. خب من از ریشه میگیرم، روی گره رو میکشم، گره رو وا میکنم. اگه گره وا نشه، نگاه کن خودم میتونم با دست آروم این نمده رو وا کنم. اگه این نمد رو وا نکنم، آروم آروم به ریشه میرسه و تبدیل میشه به یک نمدی که در عمق موی بچت تو هم هیچ وقت نمیبینیش، خارش براش ایجاد میکنه. زیر اون نمد قارچ یا باکتری به وجود میاد، به مرور زمان برای تو و حیوانت مشکل ساز خواهد شد. پس این خیلی مهمه که ما شونه و نظافت روزانه بچه‌مون رو حتما داشته باشیم. بچه‌مون روی پوستش گره نداشته باشه. چرا؟ چون قارچ و زخم‌های پوستی به مرور زمان براش به وجود میاره. می‌بینی الان اینجا گره است. ریشه می‌گیری، ببخشید، ریشه می‌گیری، راحت گره رو وا می‌کنی، فشار میدی، میاد بیرون. پس چی شد؟ شونه‌های فلزی برای بچه‌های با موهای بلند، مخصوصا اونایی که گره دارن، خیلی مفید خواهد بود. شونه‌های سیلیکونی برای بچه‌هایی که موهای کوتاه دارن و ریزش‌های عمقیشون رو برطرف خواهد کرد. مثلا الان این شونه سیلیکونی اونقدر به درد طغرل شاید نخوره، می‌بینی چیزی رو به من نمیده، ولی شونه فلزی تمام پرزاشو میگیره و حیوان خودش هم اصلا عشق میکنه.
چرا؟ چون اصلا تو طول روز باید وقت کمتری رو سپری کنه که بخواد خودش رو لیست بزنه و به اون مراقبتی که نیازی یا نظافت روزانه‌ش رو برسه. حالا کسی که عاشق چیزه ماساژوره، یکیش تغرله و یکم نینی. گفتم میتونیم اینا الان اگه پا بده بهمون روش امتحان کنیم که من معمولا مثلا میذارم خود تغرل اینو استفاده میکنه. تو میبینی یه دونه دارم از رو میدم، یه دونه دارم از زیر میدم. این حیوان دیگه الان فقط یه مارگاریتا میخواد یا یه دونه جین و تونیک یا یه دونه چای نبات. نگاه این داره از حالا راست و چپ میبینی داره پرزاش هم میگیره. بابا بیا رو به دوربین شو، نقش نکن. بذار ویدیو رو بگیریم بعد قش. ببین پایین بالا آه 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 آه. تمام. حالا راست و چپ تموم شد. ببین الان تغرل دیگه صفا صمیمیت عشق داره حال میکنه. مثلا بدنش حال نمیکنه اما پشت گوش کارو ببین. عشق 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 عشق. یک دو چپ راست چپ راست چپ راست. پس این شد ماساژور. من اینجا میذارم تو باشش کن بابا. شونه هارم کامل توضیح دادیم. میخواستم راجع به گلوکوزامین و محصولات مراقبتی و مکمل‌های بچه‌مون هم صحبت کنم، اما ویدیو خیلی طولانی میشه. میذارمش اصلا یه اپیزود جدا راجع به مکمل که آقا ما چه مکمل‌هایی برای حیوان‌هامون نیازه تو طول روز استفاده کنیم و مکمل‌هایی که استفاده می‌کنیم. این شونه بچگی تغرل بوده، یه چیزاش خراب شده، فلزش خراب شده، دندوناش خراب شده، یعنی این شونه مال 10 سال پیشه. اما الان این جدیدش اینه، عشق میکنه باش. میبینی حتی اگه آروم بکشی روی شونه اینجاها گره ها رو واکنی دیگه کار جمعه. یعنی اصلا اینجا هیچی دیگه شونه نیست، حیوانت عشق میکنه. حتی اینجا ما میتونیم الان این پتکیت هم امتحان کنیم. بذار ببینم. و تی میخواستم بگم آها مکمل رو میذاریم یه روزی که روز مکمل ها، مولتی ویتامین ها، مواد معدنی، امگا 3، امگا 6، مواد مورد نیاز بچه هامون باشه صحبت کنیم. الان توی این اپیزود نمی گنجه. این اپیزود اسمشو بیشتر بذاریم روی چیز. من واسه اینکه گولش بزنم با یه لپش دارم ماساژش میدم، با یه لپ هم میخوام موهای پاجو بگیرم. این اپیزود رو میذاریم فعلا برای بهداشتی و مراقبت های روزانه. ببخشید میگیره که نمیشه که اذیتمون میکنه. خب باشه من گولت زدم، ببخش. فهمیدی گولت زدم. خب باشه ببخش. تغرل اون ماشین اصلاحه فقط تو خواب بکنم، حتی برای ایشونی که خیلی هم سازگار جواب میده. بذار ببینم لپشو میشه گرفت. نه اینجاهاشو میشه یه کوچولو گرفت، مثلا سیبیلت نخوره. مثلا این شیرت اینجا تو خوشگلت کنیم بابا، مرتبت کن. نه خب تمام شد. بیا بذار مرتبش کنم.
این از اینم از محصولات مراقبتی. ممنونم از هنرپیشه نقش اولمون آقای ترغل و همکاری بسیار فوق‌العاده‌ای که داشت. گیتارم بذاریم سر جاش. افتاد. گیتارم بذاریم سر جاش. اینجا هم بعداً یه پرزگیری مشتی بکنیم. اینم بکنیم شونه، این بکنیم کیف شونه بچه‌ها. و نمیدونم شارت شد یا نه. آها آره. ببینی اینه اون مهپاشه که میگفتم. اما باید مراقب این موضوع باشی که هنگام مهپاشی اونقدر پوست حیوانتو خیس نکنی، یا اگرم خیس میکنی یا ماش خیس میشه در معرض آفتاب قرار بگیره. چرا؟ چون نمدار بودن پوست بچت اونم زیاد و طولانی مدت خودش باعث ایجاد قارچ میشه و بعدش اون گره ها و در کنار هم قرار گرفتن این مسائل و مشکلات یه کوچولو برای تو سخت میشه، مخصوصا نگهداریش. پس چی شد؟ وقتی میکشی تو روز باشه بره تو آفتاب قرار بگیری که حیوان خوشه و زیاد هم اذیتش نکن سر این. شاید بعضی با آب حال نکنن. اینم یه شونه دیگه میره قاطی بقیه شونه ها. دیگه شونه نبود اینجا. این شد کیف شونه هاتون. اگه ماساژورم جا میشه بذارم ها. آره ماساژورتون هم جا میشه. کیفم بوی کیف چیزو میده، بوی نوعی کیف مدرسه رو میده. یه دونه ماساژور رو میذارم تو کیف چیز، تو کیف اصلاح. این یه کیف، اینم یه کیف دیگه که با این کیف زیاد حال نمیکنه. این دوتا حتی دیدی گفتم آقا من با این حال نمیکنم، اعصابم خورد میکنه، واسه همین الکی گله گشاده. برای همین وقتی اینو دارم خب بذارم تو اون دیگه. کارو ببین، کارو ببین. این قشنگه، این خوشگله. کیف اصلاح، کیف شونه ها. مبارکه. دمتون گرم که تا پایان این ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که حوصلتون سر نرفته باشه. صحبت ها بسیار کلیدی و مهم بود و نیاز هست که هر سرپرست بدونه. و مثل همیشه ممنونم که همراه ما بودین. با اپیزودهای خفن و خفن‌تر از هر روز همراه شما خواهیم بود. راجع به نگهداری بچه‌هامون، راجع به زندگی کردن با کیفیت و بهتر در کنار هم دیگه. سابسکرایب یادتون نره و اون زنگوله رو فعال کنید که اگه ما ویدیو گذاشتیم مطلع بشید. میبوسمتون. مراقب خودت و بچه‌هات باش. شب و روزت بخیر.